یا ابا عبدالله الحسین، یا سار الله. هیئت خیام الحسین علیه السلام تقدیم می کند. مراسم خیمه سوزی خیمگان اهل بیت حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش در ظهر عاشورا شهر مقدس قم. امروز روز وداع است. آیا اسطوره‌ای دیگر به مسلخ خونین خواهد رفت؟ آیا مسیح دیگری قربانی جهل مردمش خواهد بود؟ این خیمه ها یادآور روزی غمبار است، نمایشی که خبر از یک حادثه بزرگ تاریخی خواهد داشت. این تماشاگران با اعماق وجود خود آن را باور دارند. این صبح عاشوراست و اینجا عده زیادی از اینان از دقایق اولیه صبح با خیمه های نمادین سالار شهیدان وداع خواهند کرد. امروز روز وداع، صبح عاشوراست. چه پیروزمندانه بر طبل می‌کوبند. تاریخ گواه بر شکست آنانی است که توهم پیروزی بر حق را داشتند. نگین حلقه هستی در کانون ظلم مردمان بد زمان است. اینجا مرکز وقوع یک تراژدی بزرگ تاریخی است. کربلا ساعتی تا سوختن خیمگاه عالم نمانده است. ای تبال بکو من پای پرچم تو، علم تو گرفته دستم، شه خوبان شهید تشنه، به خدا تشنه تو هستم، به حریم محرم تو دل دریا. اینجا آب حیات نمی بخشد، بلکه ایمان آبدان است که جان بخشیده است بر دلهای پاک مقربان درگاه الله. اینجا چکیده هستی آب حیات نوشیدند و آب زلال را رها تا ثبت کنند سیره‌شان را در دل صفحات سبز تاریخ. آن که دلش گرم به نور آگاهی است، چه نیازی به سرمای جرعه‌ای آب ذلت بخش خواهد؟ در آقا ملم پر از خون، آقا نیا آقا
تو چشمام برا آقام دلم پر از خون آقا نیا آقا ای زینب دگر به که می‌نازی؟ به ابوالفضل 4000 سرباز جنگی کنار علقمه منتظر عباس است. 4000 سرباز جنگی. ای حسین به که می‌نازی؟ به که می‌نازی؟ به علی اکبر، به قاسم ابن حسن، به ابوالفضل یا به خیمه برافراشته؟ ای حسین پیش از این به تو گفته بودم بیا و بیعت کن. ای حسین این غرور هاشمی چیست؟ بهشت و جهنم کجاست؟ بهشت من ملک است نه چیز دیگر. ای تبال ای تبال چنان بر تبل بکوب که زمین و زمان بلرزد. بکوب ای تبال. اینجا حرم حسین و اینجا حریم شاه کربلا است. اینجا محل نزول ملائک بر زمین است. اینجا محل تلاقی کفر و ایمان و حق و باطل است. اینجا کربلا است. پلیدان در زیر سایه جان پناه و محبوبان خداوند بر تفت داغ جان گداز. راستی این چه زمانی است که خوبان در بند ددانند و شیاطین در راه و مرکب و کجاف. این رسم زمان است. بدان در قتلگاه خوبان تیغ میکشند، پای میکوبند و شادمانند. اینها تظاهر خاموشی یک وجدان خفته است. به رقص و پای بکوب ای جلاد که بر لب این بند تلاشت منجر به سقوط ابدی خواهد شد و به هلاکت خواهی رسید. ببین دل زار زینب، نگاه و اصرار زینب، تو راهی از خیمه شدی و من از قفا مرو کجا امیر و سالار زینب. ببین دل زار زینب، نگاه و اصرار زینب، تو راهی از خیمه شدی و مرو کجا امیر و سالار زینب. سایه روی سرم چه کنم، با آتیش جگرم چه کنم، سایه روی سرم چه کنم، با آتیش جگرم چه کنم، یه زن تنها با حرم چه کنم، یه زن تنها با حرم چه کنم. نشریان خدا بر بال ملائک سوار شوی، غارت کنی خیمه های حسین را. ای زینب، ای زینب، این علم ابوالفضل است، این علم عباس است که به او می نازیدی. ای زینب، ای حسین، ای حسین، این کفر علی است. آفرین.
آفرین بر لشکریان خدا. ای طفلک معصوم، حتی در این نمایش نیز تاب ظلم بر تو را نخواهیم داشت. تو کوچکتر از آنی که تفاوت میان نمایش و واقعیت را بفهمی. خداوندا، چه جورها که در طول زمان بر این کوچکان و طفلان اصغرت روا داشتند. چه بسیار بدنهای نحیفی که زیر چکمه‌های بزرگ اشرار کوبیده شدند و چه بسیار سرها که بر نیزه جفا راست گشتند. ای کودک معصوم، این یک نمایش است و تو در امانی. دعایی کن بر کودکان جنگ و ویرانی. روی دستم دست و پا نزن، وای 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 وای. تن تو مونده روی دست من، وای وای وای. به روی دستم دست و پا نزن، وای 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 وای. تن تو مونده روی دست من، وای 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 وای. بابا نبودی ببینی پر مجرم سوخت، بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاک سرم سوخت، نبودی ببینی پرم سوخت، بابا نبودی ببینی پر مجرم سوخت، بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاک سرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاک سرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاک سرم سوخت. بکوب ای تبال بر طبل جهل و عداوت، بشنو از پوستینی که جز خبری از تهی دستی و پوچی بر تو نخواهد داد. بکوب که این صدا نوای غفلت و جهل و ناروایی است. که میره بالا تو دل تنگ من قرقاز. حسین 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 حسین. لحظه ها می گذرد
و به لحظه موعود نزدیک خواهیم شد. لحظه‌ای که تاریخ امانتدارانه به دقت در حفظ اوراقش گشوده است. اینجا خیمه های محارم حسین و یارانش مورد هجوم اغیار قرار گرفته است. آنهایی که هیچگاه اذن ورود به حریم آل الله را نداشتند، همینک رد چکمه هایشان بر چادر ناموس خدا جای می‌گذارد. همینک ظهر عاشوراست. کودکان کربلا لحظاتی دیگر سقم بر دلشان چیره خواهد شد. غریبی و اسیری و غم یار، آی بسوزی دل از غم یار. کمی دیگر همه چیز در آتش کینه دشمنان خداوند خواهد سوخت و خاکستر خواهد شد. چنان آتشی به خیمه حسین بزن که تا قیامت بر دل مریدانش بماند. آتش بزن به خیمه ها. میدونی همیشه میخونم هزار نوکر زینبت بمونم.
خودتم میدونی همیشه میخونم بذار نوکر زینبت بمونم. دلم میخواد بیام رو تل زینبی سرم رو به عشق زینب بشونم، سرم رو به عشق زینب بشونم. آقا کلارومم آخه من دیوونم، آخر کاری دستم میده جنونم. خودم رو میزنم ندارم شب و روز، آخه حرم داره میگیره جونم. یا مولانا یا مولانا یا مولانا، منتت رو همیشه میکشم، بذار جارو کشه حرمت بشم. اگه تو حرمت چونم رو نگیری، خودم تو حرم خودمو میکشم. بگیرم حاجت از امیرالمومنین، منو کل مست یل ام البنین. بهش اون دنیا نیست بهش رو زمینه، تا وقتی کربلا هست روی زمین. اینجا حرم حسین و اینجا حریم شاه کربلاست. اینجا محل نزول ملائک بر زمین است. اینجا محل تلاقی کفر و ایمان و حق و باطل است. اینجا کربلاست. تاریخ را در اینجا می شود دید و چه دل نرمی دارند این مردمان و چه دل سنگی داشتند آن مردمان. عزیزترین مردمان تاریخ را طعمه هوای نفسانی بی مقدارشان نمودند. اینجا مرکز خاک آدم هاست. اینجا کربلاست.
خیابان‌های این شهر مدرن همچنان در تب اسارت مردمانی پاک می‌سوزد. هنوز به یاد اسرایی که در میان مردمانشان در غربت به زنجیر کینه کشیده شدند عزادار است. اینجا یا آنجا، مهم روایت یک درد کهنه قدیمی است که همچنان در جوش و خروش است. اسارت خاندان اهل بیت، خاندان آخرین کی گفته من بابا ندارم؟ کی گفته من بی کسی کارم؟ کی گفته من بابا ندارم؟ بابای من قشنگترین بابای دنیاست، تا اگه تو آسمونات خوب میدونه رقیه تنهاست، خوب میدونه رقیه تنهاست. بابای من قشنگترین بابای دنیاست، تا اگه تو آسمونات کودکانی را در گوشه‌ای از چادرهای هیئت خیام الحسین علیه السلام یافتیم. ایشان حرفهای جالب و شنیدنی برای گفتن داشتند. یکی از کودکان ابتدا ترسید، دلیلش رو جویا شد. من میرم زودتر، بچه میرم یواش. میگم سال پیش اینقدر گندگ نخورده تا امسال. اینجا خیلی بد میزنن. کودکی نیز جوابی متفاوت داد. من میگم مشکلی نداره، چون به خاطر امام حسین گفتن. اینجا در نمایش نیز مردمان طاقت تعدی به حریم نوامیس برگزیدگان خداوند را ندارند. فرقی نمی کند هر چه می خواهد باشد، حتی در نمایش. در این عهد نیز تعصب و غیرت موج می زند. دریغ از آنگاه که غیرت را به زنجیر کشیدند و هیچ مدافعی یافت نشد. مردمان حتی در مقابل شلاق‌های نمادین نیز تاب تماشا ندارند، تاب اشک کودکان را ندارند. از پس این نمایش جایی ساختند برای دلداری طفلان کوچک، جایی برای بوسیدن و نوازش آنها.